سلام بچه‌ها، میخوام بهتون یه آموزشی بدم که خیلی مرتبط با صحنه پشت من و هوای اطراف منه. بریم تا بگم. خب تو این پست آموزشی تصمیم گرفتم راجع به عروسایی صحبت بکنم که توی شهرهای شمالی میخوان عروس بشن و مخصوصا توی فصل گرما پوستشون به هم میریزه و چربی که روی پوستشون هست میزنه بیرون و حتی یه سری پرایمرها و کرم پودرهای مخصوص این کاری از دستش بر نمیاد. میخوام بهتون بگم که باید دقیقاً چه ترکیبی رو در واقع روی صورتشون انجام بدن، از چه ترکیبی استفاده بکنن، چه ترکیب کرم پودری و از چه زیرسازی و از چه پرایمری و از چه پودر فیکس و فیکساتوری، که خیلی مهمه که حتما مارکش همینایی که من دارم الان بهتون میگم و توی زیر این تصویر میذارم باشه. عکساشو براتون زیر تصویر حتما میذارم، به عکساش توجه کنید. حتما برندش باید اصل باشه، یعنی فیک این برند اصلا فایده ای نداره، ولی بهتون قول میدم اگه همین شکلی که من دارم بهتون میگم انجام بدین و اینکه میکاپ آرتیستتون به این موضوع توجه کنه که حتما به ترتیب اینها رو انجام بده و مارکش رو رعایت کنه، نتیجه خیلی خوبی ازش میگیره و میکاپتون خراب نمیشه. خب توی اولین مرحله میخوام بهتون بگم که اصلا این مشکل واسه چه مدل پوستایی به وجود میاد و باید دقیقاً از چه متریالی و چه ترکیبی استفاده کنم. باید بگم که دو تا مدل پوست مختلط و چرب یا خیلی چرب این مشکل رو توی فصل تابستون، مخصوصا تو فصل تابستون، در واقع واسه میکاپشون دارن و متاسفانه حتی از برندترین و بهترین متریال هم استفاده کنیم شاید نتیجه رو نگیریم. ولی من میخوام بهتون متریالی رو بگم که شما وقتی ازش استفاده میکنین امکان نداره تو این فصل یا فصلهای دیگه میکاپ پوست عروستون در واقع توی شهرهای شمالی و مرطوب خراب بشه. خب توی مرحله اول میرم سراغ پوستای چرب یا خیلی چرب. به ترتیب از پرایمر اسمش باکس، اسپری فیکس مک، در واقع کرم پودر مک استودیو فیکس مک به مقدار 3 قطره یا 4 قطره، کرم پودر استیلادر به مقدار 2 قطره با روغن اینگلوت به مقدار 2 قطره و چسب کرم پودر به مقدار 2 قطره ترکیب میکنید و روی صورت میزنید. اسپری فیکسی که استفاده میکنید حتما همون مارک مک باشه و پودر فیکسی که ازش استفاده میکنید حتما برند دیور باشه. برند دیور هم چروکا رو میپوشونه، هم ماندگاریش خیلی بالاه، هم بهترین پودر فیکس توی برندا هستش. فقط توجه کنید که حتما این مارکایی که بهتون معرفی کردم اصل و برند باشه، یعنی از جایی که خرید میکنید حتما بهش مطمئن باشین، یا از ترکیه خرید کنید یا از دبی خرید کنید، ولی مارکش حتما باید اصل و برند باشه. با برند فیک و مشابه 100% به نتیجه‌ای نمیرسید. خب حالا میریم سراغ پوست مختلط. کسایی که پوستشون مختلطه میتونن از پرایمر بنفیت و یا همون اسمش باکس استفاده کنن که من تاکیدم بیشتر بر اینه که توی فصل تابستون از اسمش باکس و توی زمستون از بنفیت استفاده کنن. واسه اسپری فیکسشون از همون مارک مک میتونن استفاده کنن یا اربن دیکی که باز تاکیدم بر اینه که توی تابستون از مک استفاده کنن. برای ترکیب کرم پودر به مقدار مساوی از کرم پودر استیلادر و مک استودیو فیکس استفاده کنم. مثلا اگه 3 قطره مک میریزن 3 قطره هم استیلادر بریزن. از روغن اینگلوت داخل ترکیب کرم پودرشون حتما استفاده بکنن به مقدار 2 قطره و نیازی به چسب کرم پودر نیست. اسپری فیکس که همون اربن دیکی یا مک که بستگی به فصلتون داره. پودر فیکس هم دیور عالیه واسه فصل تابستون، یعنی نظر من اینه که حتما دیور باشه توی تابستون، ولی اگر در واقع نداشتید یا به مشکل خوردین میتونین از مک یا فلورمار هم استفاده کنین که باز من مک رو پیشنهاد میدم.